Ассаламу алейкум, дорогие подписчики. Сегодня приготовила на обед манты с обжаренной начинкой. Фарш, морковь, лучок, соль и специи по вкусу. Также в видео небольшой обзор нашего ремонта с Камроном. Мы с Камроном каждый день проводим здесь, в нашей квартире, по 7 часов, работая, не покладая рук. Но скажу вам честно, иногда хочется просто уснуть и проснуться уже в готовой квартире. Но пока это только мечта. Дай Аллах, все пройдет хорошо. И скоро мы приедем в квартиру вслед за нашей мечтой, иншаллах. Дорогие мои, желаю всем приятного просмотра. Спасибо, что вы с нами. И спасибо большое за ваши просмотры, за доброту. Приятного аппетита всем. И дай Аллах всем вам мира и добра. Мир вашему дому. До следующего видео. Пока-пока. از دو زبانی دل مردم افگار، عاقبت ده هر کند در دهنش خاک چون مار. هر کس که با درویگری با دو زبانی بخواه مردم آزار بته، گیتی جهانم به دهنش خاک میزنه، مثل یک ماری که زبانش میکشه، دو زبان داره نیش میزنه مردم و غذای مارم خاک از خاک میخوره. تنی ضحاک کشید از رگ گردن آزار، قصه مار که مشهور شد افسانه شمار. شنیدین که در افسانه ها میگن یک ضحاکی بوده، در دو سر شانهش دو تا مار داشته که مغز سر انسان میخورده. میگه او امو منظور از او مار رگ گردنش است که عصبانی میشد، بدخلق میشد، رگ گردنش میپندید و باعث میشد که مردم آزار بده. مطلب از کثرت اسباب نگردد حاصل، یک سخن سر نزند با دو زبانی از مار. تربیت را چی اثر گر نبود استعداد، تربیت را چی اثر گر نبود استعداد. آسیا صاف چو آینه نگردد ز غبار. یک کسی که استعدادش نداشته باشه در یک موضوع، هر چی کوشش بکنه که را تربیه بکنی نمیتونی، موفق نمیشه و یه استعدادش نداره. مانند از این که تو بخوای آسیا را اما جایی که گندم آرد میکنن مثل آینه صاف بکنی، تو موفق نمیشوی، نمیتونی. آسیا بنیادش با گرد و غبار است و این آینه را که صاف میکنی، آینه استعداد صاف شدن نداره. ناله ام گوش نکردی تو من داغ از این، ناله ام گوش نکردی تو من داغ از این. پنبه از گوش برون آرو به داغم بگذار. سایه گر سایه کوه است سبک می باشد، سایه گر سایه کوه است سبک می باشد. کسبی تمکین نکند سفله ز ارباب وقار. گشت فریاد بلند از نفسی سوخته‌ام، کرد گلسوز درونم چو سپند آخر کار. کار من نیست غنی چون دیگران خود بینی، کار من نیست غنی چون دیگران خود بینی. نروم تازه خود آینه به پیش مگذار. این بیت یک ذره سخت است دوستای عزیز. کسایی که خودبین هستن زیاد آینه نگاه میکنن و غنی کشمیری میگه من هیچ خودبین نیستم. آینه را میگه فقط وقتی در دم روی من بگذارین که من میخوایم
بمرم جان بتم. و چرا دادم روی معاینه بگذارین؟ چون در قدیم سابق یک نفر میمرد، اما رو نمیفهمیدن که صحیح مرده نمرده، میبردن دم روی دهان از او نفسی از او یک آینه میگذاشتن، او اگه کم کمک نفس میکشید در بر آینه امو غبارش میبود، بعد از اوجا میفهمیدن که آدم هنوز زنده است یا مرده. اگه غبار نمیبود در آینه نشانه نمیبود یعنی مرده، اگه نشانه میبود نه هنوز نفس میکشه زنده است. امیدوار وقتی که خوردی آشد از بلوش من تو باشد، چای کبود و فامیل دوست دانه قند باشد، مگزوم آویز و پیسته یک کلای و دو بیسته، وقت خوردی سر شدی دیوانی تیار باشد، لینگوتا درست کرده کینوی ترکی باشه، یک تونه دوتو باشه دیگر هیچ کس نباشه.